دوستانی عزیز چونانم کنجکاو که شما باور کنید همین تاقی من بام گپ زدیتم. من تصمیم گرفتم که هر برنامه با هر خیل تاقی باشم چون که تاقی خوب است، تاقی فایده دارد. من همین بالای بامتانه کمک باشم از نورهای آفتاب ایمن می‌دارد. حاضر برادرای خیتای نمورن تاقی برو آوردیم 5 سوم. باران بام میپاشید، بعدی باران میگردنده درنش میپاشید. این تاقی‌های خاص با مردمی اسفره کنی بادام این تاقی‌های خوجند هست با مثلا گریم این تاقی میگویند که من همینش پویز بمانند و اینش سمالیات بگفته اکنون خیلی نمیدونم ممکن همین خیلی هم باشد و لیکن تاقی دوزها باشن اگر الها دستشان در نکند سلامت باشن میگویم. این برنامه یک پیاله چای است دوستان عزیز. شما در کانال پایکی صوت حضور دارید. اینا برای من گفتنی هستم که آبونه شدن رو از خاطر نمیبریم. لایک را زیر کنید، جیغ کنید قریب و همیشه با لبانی پر از خنده باشید. السلام علیکم. یک آدم از سفر امریکا آمده است. محله دیهی دوردست. نشستگی همشون سری دسترخوان میشتن که دیگه همه همین یک کس اگر سفر بیاد هم دیدار بینی به میبیاد شدیم خیلی کنی گفت امریکا چیزی های دیدی تو گفتم اونا و آدمم همین کوچنه رفته میسته میلیسه هاشه و ها قزیق باید میکرست پشتش به شریف نویستگی نه ها پشتی همه میلیسه هاش به شریف نویستگی گفتم اونا اتش هم میلیسه هاش این خیلو او سال کلانتر گنرالاش چی باشد گفت نمیدونم نظرم محمد شریف مخدوم با یک نفر دیگر همین خیلی از امریکا از سفر برگشته است. خیلی موی سفیدی هم پشتگی بالا به بچه هم یک گفت زنی چه امریکا به زیادی دید گفتم اونا اما یک تا خانه برفتیم سویتاش همین خیلی لپر کرات که زمیکانی بسیار بودست اونجانده کوچه هاش کرات که زمیکانی خلاصی گفت یک جا در آمدیم گوید اما گرداگرد همین آدم میشد و مابن میزد تربه و انتینتان هایکو همین خیلی تربه گوید بیچاره زنکو برومده 2 ساعت 3 ساعت همون میکنه وقت کانده نتونست با خدا نه. خوب دوستان عزیز ادامه میدیم نباشد. چخیلی گفتیم جوانان تاجیکا امروز ها مثلا گیریم در تمام دنیا فعالیت کاری دارن. خلاص افریقا به یک جوان کار برفته است از یک دیه وقتی آمدن همه محلنگی ها همه سرجم شدن فرودگاه با آمدن ایرپورت برای واخوری برای پیشوازش میبیان که از طرفی سمالیات هالگی و ساختمانچی فرامده آمده است و علمی کتفش به یک میمونچه شتگی میمونچه افریقا ورده است فرامده آمده است همه همسایه ها یار و دوستا جمع شدگی همه ایرپورت نکو کنجکاوا بسیار کو خیلی آشنا چطور افریقا گفت هوا گرم بنم انا توریستی چی میگردیم اونجا با هوا جدا گرم یک تا همین همسایه‌اش سب کنجکاوترین بود است گوش کن آشنا بناگاه گفته نمیشه ده اینجا پدر و مادرت انا اینجا توی میکردگی خانه‌دار میکردگی گپ زن یگان تا سیاه پوستک یافتی می گفتم اونات این بچه هم نشوندگی با این کار هوا گرم چه خیلی که من گفتم اونجا جنگل عموما این چیزا نیست بیابان هوا گرم این آدم هیچ آرام نمیشد با پشت سرسته آشنا جان حالا انگی سوال بی جواب مونده مسئله زنگیری گفتم هم به چخیر گفتم اونات راستی گفت همه جا قوم همین میریکو همین تخمه کفانه پتا میپزد هواش همین خیلی گرم آشنا جان گفت دیگه جوان نبر درباره زنگیری گفتم گفتم اونات اگر کیتفشنگی میمونچه دادا جواب دیدم اون بفته انا کسب و کار دربارش گپ میزنیم من درباره قصاب‌بازی من گفتنی هستم یک عائله قصاب سحر به گوشت میخوردن نصف روزی به گوشت بیگاهی به گوشت خیلی خلاصی گپ هر روز میخوره بود است فرزندشون هم گوشت خوری دلش بزدگی یه روز بوش په نگاه کرد بوه این بیگاه چی میشه گفتم اونات چی میپزید گفتم اونات شاوله بچه‌م گفت خدا به شکر شاوله میگفت گوشت خورد دو آشنا نمیخواد راه و واخوردیم ها آشنا تینجی میگفتم اونات تینجی همین حیات و ایکروسیان تینجی می حیات یخیله برافسوسته چه خیلی یخیله گفت دینه هم کسی من پولم نبود دیمون زم نیست خورده بینم یک بچه با همین خیلی راه و آموزاده است هم سینفاش دیدم ها آشنا تینجی می مبارک باشه شنیدیم که فرزنددار شدی
چی به خفه تینجی می تنو جانش ساق می ها چی به خفه گفت زنم فهمید گفت خیلی خلاص امروز ها در روسیه تاجیکای ما در ساختمان باشن برخی از آنها ماشین تاکسی میرونن یا مرد کم ماشین خریده است لادا ماشین از روس همون هایکره گشته سو یک جواب کارمند بدیا من کرد уважаемый шофер почему у вас задняя фара одна нету гуфтам она дага тоҷикам гап зур будааст потому что это машина лада кутузов гуфта гапа ёфтагиша бинед қандаша занад саломат бошанд хулас давом метем меҳмон атои худо мегӯянд албатта ин хуб аст меҳмон биёяд бениҳоят беҳтарин аст яке аз меҳмонҳои ҳамеха хира рафиқ меҳмон محترم مهمان چقدر قند سفید اندازم گفتم اونا دیگه وای مهمونو گپشه ببینید یا 20 سیت پاتوید ارالش نکنید من شیرینی گندم میرم درباره راننده های تاکسی گپ زدیم یک بچه که جوان در همین تاجیکستان شما میدونید که تاکسیست ها یک جا میایستن همشون اگر شما اونجا به ناو کارگر شد اگر خواهید که بین وهابه دروید یک تا آشکار میدید و میدارید یک جوان خواست که تاکسی شود همونجا به یک 4-5 تا تاکسیستا همون چی میگفت همونجا به تولد شدگی ها بودن خودی که میخواد و همونجا نه همه وقت همونجا نه اما یک جوان منم تاکسی شدنی همینجا به استعمالش میگفتم یک تا آش دیفت یک تا آش کره خواهش ما یکم مصلحتی تا من بعدی آش خوردن مصلحتی تا من چخیر کار کارو سر کنم چا کنم گفتم من یک تا کلان سال تاکسیست بچم من 32 سال باز تاکسیست اگر یکم تو میبری روز میبری شب می تو من بعدی درس شب حرکت کنم برام گفتم شب باشد یانت به منطرافکای ماندمان چی به بناگاه یک کس میکسه شناندمانی قفا به شتمانه دگر بناگاه گفتم اونم بچه احتیاط شو تو سیگاریتتون های میگوید منطرافکای یک تا فرار چی به گفتن نمیشه آدم فهمیده نمیشه هفته است بچه هم کار با برامدگی بیگاهی تاریکک یک زن و شوهر برآمدن ماشین بشتگی شوهرش هم اوکاجان میبخشید سیگارتتون همی گفتم اونات منطرافکای گرفته شوهری وای زنه زده لخ لخشه برآورده است گشتم تو نیوکرات زنه گرخیسته است شما با هم سیگارت دکار میفتم اونات نه ما یک دو کس میکشیم هر خیلی آدم ایدیا هر خیلی آدم ای بعضی آدم سال زیق نمیبیاد زیقنش سخت میبیاد زمستان به برف نمیتیاد کو همین خیلی آدم یک همسایه شنیده است که همسایه‌اش ماشین برد کرد است لاتاری کتی در آمده یک تبریک کنم گفته درات کی پیششان دو تا لاتاری ماندگی یک چه قپیده تو زده خفه باین شده است مبارک شود همسایه ماشین برد کردید مبارک شود رحمت چی به آخر آدما ماشین برد تا بکنم خرسان میشد شما خیلی خفه شدید گفتم من وای مردک زیق نکو دو تا خریدم یک تاش ماشین یک تاش نبرید من این یک تاش نبرید من این خیلی آدم های درباره قصابا گپ زدیم و میگن که همین خیرورگ میگیم که جراح میگن و کسام کم تا قصاب باینده که میبرن که وکسام مالازی میگیم کدام دولت با چمپیوناتی جراح شده است خیرورگا تمام دنیا رفتگی همه جراح ها قطار شدن آلمان رفتگی آمریکا فرانسه ازبکستان قزاقستان همه جا رفتگی خلاص همه قطار کردن همون شرطی همون چمپیونات فهمیدن من دانیق داخلی گویید به قنقوز ما هوا میپاتیم هوا به شما باید که جراحی گذارونید یکم یاپونیا برام است هم تو شمشیر شگفته خرکیری میکند که خودشون نمیکشد همه ها برام است حالا شرطیتان یک است سر دادیم شا گشت جاش مانده است نگاه کنن که حالگی پاچه که قنقوز بریده پاچه که ناو چسبانده است همه قرصک مکسیکا یکتش آمده است مچیتا گفته که چیزش کتی قنقوز سرتیم شرط برآورده شبه خوجا گفته مانده است نگاه کنن که حالگی دویم پاچه که قنقوز بریده جاش به دو تا پاچک چسبانده است همه قرصک همین خیلی همه دولت ها برآمدگی تاجیک نوبتش آمده است نمیدونم چی شده است که همین خیرورگ رفتگی نمیاد تا قصاب فسنده بدین اینجا برآمده است
سلام علیکم سلام علیکم تینجی میگفت ها شرط کتی شما شناس میگفت ها من به ترجمه کردم کلی کنگوز گفت سر دادیان کار بالا برد همین یک تا کارچی من دیگه گفت شب کرسو شب هم نه شب کرسو گاشت یکی خلاف چشم مانداست همه حیران حالا که جوری های هم حیران کنگوز هوانگی هم حیران چه کار گفته سن یک کس اومده گفته است که میبخشید تاجیک شما تاجیکستانی چی کردید که ما نفهمیدیم موضوع رو می‌نفته چی کردید که خط نکردم من کنگوز خندش از آن جراحایی که خط نمیکنن این رسما من اتاقی خط هم جدا شده که مثلا بگیم بیمارخانه ها با حضور برده خط نمیکنن اینا دیگه خیلی کردیم چیکانکا تو عجیب لیکن خوب پیشتر چقدر بود پیشتر مثلا گفتیم استاش می اومد استاش خیلی ما چی بکو درباره این با وسیع کار گپ زدیم اما من میگم که پیشتر انانه هم بود همین خیال ها تو الهی توی شبات میگیم جراحا با خدا قوت کرد نشوخی نه البته مثلا گفتیم جراحی هم کاری قین 8 ساعت 10 ساعت بالی یک چیز مثلا گفتیم چیزی معده به کار کردن با باید دوختن شما چی فکر میکنید که همه کار آسان نیست من همین کاری مویم قین نوزه چی بگویید من همین راه راه ایستاده گرفتیم از وای طرف نه آدم میگذرد نه این طرف کم که آخر ما سال توبه کردم تو بعضیا پرسیده است که کامنتاری با یک برامده سهرا با کلان زنید گفته دوستو من کو کلان میزنم من کو جویک شده و دانه میپاشم و همون چیز برات حساب می یک جواب من یک سال جواری مکه کشتم رسا کرمایی نبود هر یک متخصصش لازم ده بعضی میگن که کمتر فربیه شده شما خراب شده گفته اما من چنین حساب میکنم که آدمی نقص باید مول شود رفقا فهمیدید خراب شویدم نمیشه خراب خیلی هم نمیشه ده کمتر سال چی بگم نه حاضر نگاه کنید من 45 با برآمدم 30 سال خودم با گمان میکنم که تن و جانم ساق سلامت خیلی بهترین بعضی بچه‌ها که سال تولدش 91 میبینید از من کلام من به 3 تا میبیاد یک بار انا دوشنبه رفته بودم فرودگاه دوشنبه با اومدم که تکنیکای نو خریدن اونجا با انا خلاص گپ من دست من چیپته که خوجان به پرواز کردنی قطار آدمو ایستادن منم ایستادم خلاص گپ هم تکنیک نو عجبا میخواد کلان ایستاد وای این چی گفتم که همه بالا هم میبرد گوید وای با گام میزنه شما 34 کیلو گفت یک زنکه ترازو بود حساب کنیم میبروردند نوبتی من اومد خی ترازو گپ میزدگی منم برآمدم میدونید ترازو چی گفت یک کس برویتون با خدا خواریم اومد باور کنید اون من درباره موضوع سمالیات من یک روزه بخشیده همون روز گپ میزنیم تنها من گفتنی هستم که من همین فرودگاه های خود دیگر دولت خود همین تاجیکستانی خودمون باشد کمی باشد هم ما باید مدنیت داشته باشیم مدنیت چون که چیپته دستش ما به کجا میپرد و نمیپرد یه بار دوشنبه پرواز کردیم سمالیات از جاش پرواز کرد گشته با آمده نشست من گفتم دوشنبه نیکو اینجا خوجان که آمدیم میگفتم اونا نه یک 6 کس بلیت در اومدن سمالیات رو میگفت نبینید همین خیلیش هم هست کارمندی بدیه ماشین من کرد خیلی منظره همه وقت دیدن ممکن آمده است هم تو نگاه کنه خب خودتون این خیر ریمین نگذراندید و یانانگیتان چوب ریمین نگذراندید گفت وای زنم همین زنکو من حیران میشم ده ماشین بشینیتون اگر آرام نمیریتون سیکنتر بچه یاش برمساز احتیاط کنید سویتفار سرخ استید هایگوید این قدر گام میزنیتون شما اصلش بگیریم اگر همین ماشین میشینیتون کو آرام رفتن نکار یک مرده که همیشه فیلش اومده است همین فقط همین زنش یک سحری خیزد که زنک فرزنداش به یک تخم زیر بانم افته همین رفته سکبراتکوی ماند مرده کم رفته است سیکی ماست کردکه اتاقش الاف کن سیکی تخم کفان پرتو چطور نمک زن گردان گفته ایست زنشم یه استر روید خودی که ما همین تخم خود نمیتونم گفت استر روید گفته من دیدی می چقدر سخت میرسد ماشین بشینم من توی میخه مغازه محله به حاضر نگاه کنید محله ها با مغازه چه ها هست یک بچه یک در آمده سو همونجا به فاطمه چومچوق گفتگی فروشنده بودیم
گپ بود است که یک همون فاطمه خاله گوششون سال مزهش نیه گفته این بچه هم دارم ده السلام علیکم خاله گورگی تایمی گورگی گفتم اونات فاطمه خاله هم یه داد میزنی بچه ها چه بنجی به داد میزنی تو داد نزن به فیلتر دار می به فیلتر می همسایه ها پایانی دنبه یعنی که بینا به بیگاهی ها به جمع میشن خیلی محله ها به حاضر نیست اما اتجاه به جمع میشن پایان به نشستگی خلاصی گپ 3 زنک شتگی همونجا به صحبت کروسیانه کو اتش گفته است که من با قریبی انا تلویزیون به تماشا کردم اچیویدنی نیوریتنی گفتگی برنامه بوده است تا بکرم بعدی مردن آدم با این حیاتش به هر خیل حیوان و پرنده شده می آمده است گفتم اونات نیه ها من مثلا شما همسایه اگر بناگو گفته نمیشه تنیگر مرده مانید وای حیاتتون به کدام حیوان شده آمده نمیخواهید شما گفتم اونات وایش هم وای کرده ندانه همه کو سگ میاد گفتم اونات این حیات به سگ بودی تو کم نیم ما که وای حیات من کو بکنم امروز در کوچه مثلا گریم شاهدی آن شده میتونید که مثلا نو عروسان داماد توره از ماشین فرامده شهر دور گشتن این هم یک کاری خوب خیلی نمیدونم اکن پیشتر این خیلی نبودو پیشتر یک گاز 24 بود پیشش بیت کوکولا 17 ساله چسباندگی گردو اطراف به پوفک شهری که میگشتن خلاصی گپ یک جا به همیشه زنو نو عروس که داماد استر رفته استان یک طرف 4 تا بچه‌چه بازی کرده است یک تاش چی گفته است میخوایم ما همین های حاضر همین تویش ویران کنم نمیتونی گفت تماشا کن گفت آمده و داماد به دادا اینا کی پیشتر اگر گیریم اگر زمانهای دوره‌های پیش اكو ما میقدر آدمی قدیم نیو گفتم این خیلی چی نبوده کامپیوتری پلانشیت و ملانشیت و این خیلی تلفن نبود کو مثلا گیریم من کمتر آدمای سن سال کلانشون دور گفتم من نمیمونن آدمایی که ما تماشا کردن مثلا گیریم الیمنتاری برای بازیچه بچه автоматча نبودو یک چوبی از درخت شکستگی همون کمتر کج باشد شد بود همون گرفته جنگ بازی میکنه حاضر نگاه کنید اگر خود یه автомاتی حقانی بر این ساخته ماندگی بچه‌ها به انا بازی میکننده لیکن این سال زمانه بچه‌هاش نگاه کنید اگر بسیارتر کامپیوتر به داده شدگی مثلا گیریم آیپاد تلفن همین خیلی یاره زنک شوهرش گفته است که بچه‌ها ما جدا همین کارو با عادت کردگی زنک مرد کو بیتمی طبیعت سال شناس کنیم بچه به یک تا سنگ پوشچه بیارید یک بازی کنه گفته است مرد کم گفتی زنش من توری گفتی این آخرین وقتا فقط چشمش هم زیانش خیره میشد آخرین وقت فقط همین کامپیوتر آیپاد دیلم هم زد بیا مالش من پگه تا سنگ پوشت میبرم ته یک سنگ پوشت آوره پگش به داده است بعدی دور از میدان تا می بچه چی گفته است سنگ پوشت تا بکنم دو تا شدگی جدا شدگی همین خیلی جدا کرسو دادا این دچکای سوختگی می چقدر سیکی نرفت ساسین اگر نگاه کنیم اگر امروز من همین مردمی که خانه میسازن البته استای خیلی تیرزه هایی که از چوب میسازد وای با مراجعت میکنه لیکن بسیاری ها پلاستیک به گذاشتگی چون که پلاستیک گرم دو قبض آینه دارد پلاستیک اکن نمیدونم نغز میگندمی ما اینش به بها گذارنده نیمه رفیقا یک زن استای پلاستیک انتظار ششو ماشینه زنگی در میگوشد که استا سلام علیکم فیرمه ما به شما آینه فرمایش کرده بودید تیار چسبانیم می حالا با آینه به چسبانتون افتیان رفت است کارس یکی این سر کرده سکن بعد یادم با زنگی در هم تو شد که با همون بچه السلام علیکم فیرمه ما با یک گوش کنید تا کارگرات آمده آینه شناساسیان شما ممکن دیگه جا نه آی جان من آینه افتیدم همون من لازم منه تماشاگران عزیز و ارجمند هواداران مخلصان برنامه یک پیاله چای عزیزان ما در ساحل دریای سیر امروز از این گفتیم از آن گفتیم از وای گفتیم از تو گفتیم لیکن تنها برای خاطر آنه که طبع نازک شما خوش باشد عزیزان این برنامه‌ای که شما را به یگان کار مجبور نمی‌سازد این برنامه‌ای که
مثلا گیریم از حیات و فعالیت یگان نفر نقل نمیکنه. این برنامه تنها برای خندانیدن شما. همین کمتر تابتون خیره باشه، خرسند شوید. میگوییم کمی خندید، یک کمی دندان شما مردم بینند. عزیزان، رسیدیم تا به فرجام برنامه امروزه. به همه شما تنصیحاتی پیش از همه، تنتان صحت باشد همه چی میفورد. خانه آبادی، خانه تان تنج باشد همه چی میفورد. و البته کیسه های پر از پول آرزو دارم. عزیزان دل، کانال پیک سود رو آبونه شوید. انا همین یک زنگولچه که های پخش کنید و البته همیشه با طبیع خوشگوارا باشید. من رفتم.